استاد عزیز، وقتی که ما الحمدلله که فرزندان هستیم، آیا ما با فرزندان چگونه تعلیم دیم که وقتی اونها در مکتب میخونن با اونها ساده قدر بفهمیم که همین نمود چیزا یا من است یا همین چیزا خوب است؟ چگونه چیکار کنیم یا که هجرت کنیم؟ به سن و سال فرزندان نگاه کرده شریعت رو تعلیم میدهید. مثلا از همه بهترینش همون کودکایی که حال 8 ساله نشدیان، بسیار وقتی طلایی آنها هست. در نظر آنها از همه آدم خوب پدر و مادرش است. حالی که اگر کلان شود گپ میزنید گپتون گوش نمیکنه، افتش خنک کره میایستد، گویا شما باید دشمنش باشید. خیز نماز خوان میگوید دشمنش باشید، درس خوان میگوید دشمنش باشید. او وقتی خوردیشند طلا، انا همون وقت غنیمت دانیتان برادرها که بعد دیگه بعضی های دشمنش پدر و مادرش در نظرش، یعنی گپش نمیگیرد، همیشه با عین آنها جنگ و جدال. سبحان الله، یک نمود شکایت هایی که دارم از بعضی فرزندها از پدر و مادرشون، بعضی پدر و مادر از فرزنداشون. این بسیار مصیبت است که آدم با پدر و مادر یا با فرزندش یا در خانهش علاقش خوب نباشد. وقتی که شما با پدر و مادر در یک خانه با فرزندا مناسبت نیک نباشد، دیگه از کی مناسبت نیک انتظار میشه؟ یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله خیرکم خیرکم لاهله و انا خیرکم لاهله، بهترین شما اون آدمی که به اهل و عائلش بهترین باشد. یعنی بهترین آدم اون آدمی که در داخل خانهش بهترین باشه. و بعضی میگوید که شوهری من میگه در کوچه بهترین آدمه، در خانه میگه بدترین آدمه. نعوذ بالله. این صفتی نیک نه. در کوچه نیک بودن و در خانه بد بودن این صفتی بد است. در خانه نیک بودن، بعد انسان در کوچه باید نیک باشد. اول در خانه. بنابراین کوشش کنید وقتی فرزندای با تلفن داده مونده برای خاموش کردن، مثلا برای اینکه خودتون خواب روید یا خودتون که یک کارتون بود شود، فرزندای تلفن کدی آواره کرده بچهای کسل نکنید. تلفن خیلی ضررهای مادی معنوی برای کودکا دارد، بی نهایت ضررهای کلان دارد. احتیاط کنید. برای فرزندا کتابخانه تعلیم تیتون، بله، برای تعلیم و درس و آداب و وقت جدا کنید. نه، انا کودکای خوب ببینید وقتی نماز میخونید اومده در برتون، در بالاتون، در تپی سرتون، در پشتتون آمده اقتدا میکند، در گرد و گوشتون است. یعنی از شما دیده تعلیم میگیرد. برای همین کوشش کنید در ایام خرد سالش، کلان سال که شد الکی تربیهش دیگر خیل است، برای وی دیگر خیل معامله میکنید. بله، الله تعالی توفیق دهد.